یک خونه خیلی زیبا در ایران است. آیا شما دوست دارین یک همچین خونه ای رو برای مادر و پدرتون بگیرین؟ اگه دوست دارین قبل از شروع این ویدیو رو لایک کنید. اونایی که میگن تهران هیچ چیز خاصی نداره بدونن تهران زیباترین برج‌های ایران رو داره. مثلا برج میلاد که از خارج میان برای دیدن این برج، یا برج سفید که اگه برین به تهران میبینین که چه جذابیت هایی داره. دیگر از برج‌های تهران برج پارس هستش که خیلی شباهت به کاخ و قصر داره. اگه شما هم قبول دارید که تهران و شهرهای ایران زیباتر از شهرهای خارجی هستند و ارزش خیلی بالایی دارن، شما هم این ویدیو رو لایک کن تا هرچی تهرانی هست تو دنیا خوشحال بشیم.